شب خیر. با آخرین برنامه خبری مشروع امشب شبکه 1 خوش آمدید. ماراتون نفسگیر استیضاح 5 ساعته وزیر اقتصاد. دستور کار اصلی امروز مجلس بررسی استیضاح وزیر اقتصاد بود که بعد از 2 نوبت جلسه صبح و بعد از ظهر در نهایت نمایندگان مجلس بار دیگر به آقای سید شمس‌الدین حسینی رأی اعتماد دادند و به عبارات دیگر استیضاح رأی نیاورد. ماده 49 برنامه پنجم تکلیف کرده است که بانک ها ملزم به ایجاد سامانه های متمرکز بانکی هستند. ماده 50 برنامه 51 تبصره 52 هم عنوان کرده است که مگر تنبان نمایندگان مجلس جیب ندارد؟ چرا وزیر اقتصاد نسبت به تنبان نمایندگان مجلس اهتمام نداشته است؟ آقای حسینی به شخص بنده به آقای عبداللهی در کمیسیون اصل 90 اینجوری فرمود. این قسمتی که دارم میگم خودم نقل میکنم، بعد صداشو میذارم گوش میدید. وقتی اینجا میگه به من مربوط نیست. ببین عبداللهی، خاوری 3000 میلیارد رو 2 دره کرد، بعدم درم. خب خیالی نی یه 3000 میلیارد دیگه دارم شیرین مال یه خانم دکتر بوده باهاش میرفته مطب برمیگشته، مقام عظما هم سفارششو کرده، میزنین تو گوشش صفا سیتی سرندیپیتی. نامه امضا مقام عظما هم برات فرستادم. این نامه رو نشون دادم. بعد از پایان صحبت نمایندگان موافق استیضاح، نوبت به زمان صحبت مخالفان استیضاح رسید. عرض می‌کنم ای برادر، راندخواران مدتی است پول ملت را چپاول می‌کنند. هر کجا دروازه را خالی کنند، توپ‌های مرده را گل می‌کنند. راحت و آسوده در آن سوی آب رفته و سرکیسه را شل می‌کنند. شما در موافقت میکنید یا در مخالفت میکنید؟ گوش بدید آقای دکتر، به اونجا میرسیم. ظاهراً اکنون وزیر اقتصاد جرم ایشان را تحمل میکنند. بنده هم عرض میکنم ای برادر سید علی جان سال هاست پول ملت را چپاول میکنند. پولهای بی زبان را سید علی خرج سیخ و بست توپل میکنند. با چار پیشگوشتی محمود چاخان پیچ ما را عاقبت شل میکنند. سپس وزیر امور اقتصادی و دارایی پشت تریبون قرار گرفت تا از خود دفاع کند. من اگر ماندم و اگر استعفا ندادم به خاطر این بود که این مفسده در دوره مسئولیت من اتفاق افتاد. تازه مگه بهتر از من گیرتون میاد؟ هر کی دیگه غیر از من وزیر اقتصاد بود 3000 میلیارد چیه؟ خودتونم 2 دره کرده بود. من یه شانسم تو نظام جمهوری اسلامی. ببینید امروز این جلسه من به نظرم جلسه است که نشون میده جمهوری اسلامی ایران کشوری است آزاد. جمهوری اسلامی ایران نظامی است مردم سالار. چرا آزاده؟ چون یه نفر میتونه آزادانه 3000 میلیارد رو بریزه تو خندق بلا. نماینده ها هم آزادانه بهش رأی اعتماد بدن. چرا مردم سالاره؟ چون پول مردمه. عجب پول سالاری هم هست. من 26 سال پیش با یک ساک برزنتی از یک شهرستان کوچک به تهران آمدم. من عرضم اینه که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 90 انسان‌های محترم اصل 90 کمیسیون اصل 90 بله؟ کمیسیون اصل ننت؟ بله. میفهمن؟ کمیسیون اصل ننت. خب این کمیسیون هست. اصل ددت هست. اصل عمت هست. خب تو این کمیسیون شما هم تشریف بیارید، ما هم میایم، ساک برزنتی ها هم میارید، ببینیم کمیسیون چی میگه. آی لاری جانی زودتر تا این تئاتر رو ببند، رأی اعتمادم شما بدید که میخوایم بریم. آقا عده حاضر مجموع آرا 244 نفر، موافق استیضاح 93 رأی، مخالف استیضاح 141 رأی، ممتنع هم 10 رأی. بنابراین نمایندگان محترم رأی به عدم اعتماد ندادن و قبول دارن که وزیر اقتصاد به کارشون ادامه بدن. خواهش میکنم چی داشت؟ جان
3000 میلیارد چی شد؟ آقا به خاطر مال دنیا خونتون از اینی که هست دیگه کثیف‌تر نکنید. مهم همون ساک برزنتی هاست. جان مفسده ها چی شد؟ ولش کن بابا، مهم اینه که من مسئولیت پذیرفتم. طیب الله از این رأی اعتماد. طیب الله تشکر میکنم. انشالله که خدا همه رو به راه راست هدایت کنه، اگه نشد راه راست رو به سمت ما کج کنه. البته من این جماعت لاشخورا رو که میبینم، حتی اگه فرشته های خدا هم روبرومون باشن و ما رو به راه راست هدایت کنن، باز ما اشتباه میریم، چون که سمت راست اونا میشه سمت چپ ما. بله.